سلام به همه دوستان، وقتتون بخیر. گرمای 40 درجه هوای مازندران. ازتون ویدیو میگیرم. اینکه میخواستم بهتون بگم که اولین ویدیو کانالمو میخوام آپلود کنم و اینکه از ماجراجوییام، جنگل، آب، دریا، کوه و جنگلایی که ما اینجا داریم و این فضا و این هوای خنک که مشاهده میفرمایید رو میخوام بگم. بنده ماجراجوییامو میخوام بزنن، چرت و پرت گفتن و هر روز ویدیو داریم دیگه. هر روز یه روز در میون، یه روز شد فاز شد حرف خنده‌دار، خاطره خنده‌دار. به هر حال میخوایم دورم خوش بگذرونیم و اینکه اگه ویدیو رو میبینید لطفا لایک، سابسکرایب فراموش نشه. یه حمایت ریز رو میخوایم دورم بگذرونیم و یه جوان 20-24 ساله ایم و با شرکت رفتانمون و مسیر دور رو خودم هم اهل مازندرانم و بابل میشینم و میخوام سوار موتورسیکلتم بشم و از فیلم برداری کردنم از این و اون و خاطراتم و سفر رفتنام فیلم بگیرم و اینکه میخوام شما ببینید و کیف کنید. یه جورایی فیلم تو سبک والک ویس میه که یعنی با من بیا. حالا صرفا ما اینجوری نیست که فقط داریم سکوت کنیم، ما میخوام حرف بزنیم، بگیم و بخندیم، دور هم خوش باشیم دیگه. این وقتی که 2-3 دقیقه دیگه میخوام با هم حرف بزنیم و دور هم بخندیم و از این جور داستانا. خوشحال میشم که به خانواده‌مون بپیوندی. قلب منید، سیگار نکشید، ریلون بکشید و عرق بخورید، عرق نکشید. عرق هم کشیدین هم کشیدین. در کل انسانیت باید داشته باشه آدم دیگه، نه اینکه چی شد از موضوع عرق اومدی به انسانیت. آره عرق خوب بدین دست بچه مردم. یه بچه 15-16 ساله تا 20 ساله میاد از شما عرق میگیره، صرفا عرق خوب باشه دیگه، عرق چرت نباشه که تو بازار هستش. صرفا زدیم از این پیرزنه یاد بشیم، زنگ بزن سعاده. خیلی بدن اینجا. عرق خوب دیگه دست بچه مردم باید داد. طرف بره فردا با سر رو بیاد بگه که آقا خدا پدر مادر تو بیاموز. چه عرقی بود دادم بخوریم تو جمع. نگه خور مادر تو رو من فلان کنم که رفیقام همه کور شدن، خودم هم ختنه شدم. آره این چیزا واقعا اتفاق افتاد. طرف عرق خورده ختنه شد، دولش کوچیک‌تر شد. این چیزا همه طبیعیه و ما باید انسانیت به خرج بدیم و ما باید انسانیت به خرج بدیم و عرق خوب دست بچه مردم بدیم. من خودم حالا صرفا بچه های مازندران میدونم، حالا یه شهر بین بابل و آمول فاضله. حالا چجور از عرق اومدی به شهر؟ نکنید من شرکت کار میکنم تو این گرمای 37 درجه که دارم بل میزنم از رو گرما، مثل بستن قیفی دارم آب میشن. اومدیم به جاده با زادگاه امام علی عیبی. صرفا از جاده براتون بگیرم حرفم تموم کنم. از عرق اومدیم به جاده. ما تو شرکت هستیم، یه مسیر خیلی دوری رو باید بریم تو این گرما که حالا صرفا یوتیوب و اینا باعث شد من موتور سوار بشم. من اینجوری نیست، من این مسیر که اینا اومدم باید پیاده میرفتم. و اینکه ما باید از اینجا سوار بشیم تا لب خط بیایم که اینجا میشه. بعد از لب خط باید بریم همینجا باید وایسیم ماشین بگیریم تا یه مسیر 7 دقیقه‌ای رو تا داخل شهر بریم، وسط داخل شهر. از اونجا سرویس میاد از بابل شما رو سوار میکنه و میبره آمول. و ما یه همچین داستانی داریم و میخوام از این رو به اون رو، از این رو به این رو، نه اشتباه تلفظ کردم، از این کارا میخوام فیلم بگیرم. در کل امروز معرفی بود دیگه. حالا فردا فیلم های چرت میذاریم، تحلیل داریم، گیم نت میریم میذاریم، پاسور بازی میکنیم میذاریم، یه کافه میشینیم به عشق شما، هر جایی قهوه خونه میشینیم. به هر حال یه همچین داستانایی داریم دیگه. آره جان
پس خیلی خوشحال خب چی بود پس نتیجه اخلاقی که میشه گرفت اینه که ما رو سابسکرایب کنین دوستان دیگه. ما اصول اینستاگرام تو بچه معلوم ما رو فالو فکر من کسخل چیزی هستم. و اینکه ما رو سابسکرایب کنین و لایک کنین و اینکه ما رو داشته باشین دیگه. خانواده میخواین بشین دیگه، جای دوری نمیرین. خدا ایشالا بدون. سلام حاجی. به هر حال شاکرتونم، دوستتون دارم. خدا حافظ تا فردا.